سلام عرض میکنیم به شما دوستان عزیز ارجمند. موضوعی که امروز ما صحبت میکنیم با شما اصول کلانکنی یا اینکه نسخه برداری. امروز علم بیولوژیا به نهایت به اوج اعلای خود رسیده است و با استفاده از اصول ژنتیکا، یکی از اصولهای ژنتیکی اصول کلانکنی است، میتوان حجره بافته دلخواه نمود ارگانیسم را نسخه آن را یعنی که کپی آن را به وجود آورد. اولین مرتبه اصول کلانکنی سال 1996 از نمود ذات گوسفند دالی به وجود آورده شد که این گوسفند را کپیش ساختند، نسخش ساختند و بعضا سازمان های عمومی جهانی بسیار بشردوست هستند. بعضی دولت ها، بعضی تشکیلات ها میخواستند که نسخه انسان را بازسازی کنند، که کپی انسان سازند، ولی از طرف بعضی تشکیلات های عمومی جهانی این کار همچون جنایت نامیده شد و خوشبختانه نسخه انسان را اجازه ندادن برای کپی کردن، برای نسخه برداری کردن. گرچند که انسان اگر نسخه هم سازند از جهت تفکر، از جهت عقل، از دیگر خصوصیت ها فرق میکنند، ولی تنها نسخه وی مانندی دارد. و این خاطر امروز در علم بیولوژیا نسخه حیوانات، نسخه رستنی های نادری که در حال قرار دارند میتوانند که با اصول کلانکنی میتوانند که آنها را سازند، بازسازی کنند حیوانات را، ولی نسخه انسان را اجازه ندادند، به آن خاطر که وقتی که انسان نسخه انسان بازسازی می شود، انسان به قدر می شود، انسان دیگر از جهت بیولوژی نسخه انسان ضعیف می شود و اون از جهت بیولوژی رنج می برد. به این خاطر علما اجازه ندادند و از تشکیلات های جهانی بشردوست که نسخه انسان ساخته شود. نگفته نماند که با استفاده از علم ژنتیکا و علم بیولوژیا میتوان دلخواه حیوان را نسخهش را ساخت، نسخه انسان را ساخت و نسخه رستنی ها را ساخت. خیلی دوست عزیز، این بود موضوع امروزی ما. تا موضوع دیگر تنسیت و خانواده باشید.